ассалому алайкум мухлисони гиромӣ. Ин мавзӯе ки пешкаш шумо мегардонем бисёриҳо шояд надонанд. барои ҳамин аз шумо хоҳиш мекунем то қадри имкон наворо паҳн кунед. шумо сабаб мешавед ки шахсе худро ислоҳ кунад. лайкро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ислом. аллоҳ нигаҳбон. гӯш мекунем суханҳои ҳазрата. ҳазрати азроил ملائکه مقرب به قبض روح می آید نزد سری محتضر می شیند. او ملائکه های دیگر دورتر این کس می بیان نزد سرش می شیند. آهسته با زبان نرم و ملایم به این بندی مومن خطاب می کند: اخرجی ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک، ای روحی خوشبوی که در این جسد پاک، در این جسد بنده خدا بودی، آهسته آهسته برا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملائکه که موکل به قبض روح است حضرت عزرائیل است، ملک الموت است، اوست که روح قبض میکنه. روح آهسته آهسته از بدن، از پا سر می شود، از انگشتای پا برآمدن می گیرد تا حلقوم. خدا میگه وقتی که روح آهسته آهسته از بدن برآمدن می گیرد، بدن از کار موندن می گیرد، این جسدی گرم ما خنک شدن می گیرد، آخر به خنجری گلو می بیاد. الله شود روزی که در بالین حسرت آفغان داری، شود روزی که در بالین حسرت حافظان داری، نفس در غرغره چون مرغ جان و دل تپان داری. بعضا خرست است، بعضا خرست است، یا بعضا نفس کشی ملایمی آرام است اگر خدا آسان کند. میخواهی چیزی گویی، میخواهی بالا فرزندکایی که بالا ده فریاد کشیدی ایستادیم به اونها وصیت کنی، اما نه، دیگر نیست. این زبان از اختیار رفت، این زبان دیگر گپ نمیگیرد. برای راز دلگویی کجا تغی زبان داری، بود قابض پی جان و عزازل در پیمان، بود قابض پی جان و عزازل در پیمان، چه مشکل های پرآشوب ها در میان داری. چه روز سخت ایساری. صلی الله علیه و سلم با وجود محبوب خدا بودن، در حالت سکرات حرارت بدنشان بلند شد، چگونه در حدیث های صحیح آمده است. حضرت یک کاسه آب در پیششان بود، تغاری آب، یک دستورمال داشتن، در تغاره تر میکردن آب خنک در روشان میموندن. دعا میکردن اللهم حول علی سکرات الموت، اللهم اعنی علی سکرات الموت. خدایا بر من جان دادن را آسان گردان، خدایا برای من سپاریدن این آمادت را از بدن آسان گردان. روح از بدن میبرد، روح از بدن میبرد. ملائکه های موکل به قبض روح او را میگیرند، او را به عالم بالا میبرند. جسد ما از او روحی که آباد کنندی جسد بود، از آن روحی که جسد ما به واسطه وی کار میکرد، اعضاهای ما حرکت میکرد، خالی میشود. بدن ما، جسم ما مانند یک سنگ بیجان بالای بستر خواب میکند. آره این ساعت ساعت دهشتناک است. این ساعت ساعت مرگ، ساعت است که حالت انسان را دیگرگون میسازد، چهره های انسان را زرد میسازد، بدن انسان را به لرزه میآورد. اگر کسی از مرگ خلاص میشد، پیغمبرا میشد. ما در تاریخ میخوانیم
از حضرت نوح، از آدم تا آخرین پیغمبران الهی، حبیب خدا محمد صلوات ربی و سلامه علیه شربت مرگ را چشیدند. عزیز میگوید لو نجا احد من الموت لنجا منه محمد بن عبدالله. اگر کسی از مرگ خلاص بشد، محمد خلاص بشد، زیرا که حبیب خدا بود، زیرا که از محمد به خدا نزدیکتر کسی نبود، از محمد به خدا عزیزتر کسی نیست، از محمد دیده به خدا نزدیکتر و مقربتر کسی نیست. وقتی که مرد سینه او را شکاف، دیگر کسی نمیتواند از مرد خلاصی یابد. حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة و السلام 950 سال فقط عمر دعوت پیغمبریشان بود. 950 سال. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. نوح در بین قوم خود فقط 950 سال عمر خودش دعوت کرد، به سوی خدا اونها را راهنمایی کرد. 950 سال فقط عمر پیغمبریش. بنابر مورخان میگن مجموع عمر نوح 1125 سال بود. 1125 سال یعنی 11 عصر. وقتی که حضرت بالای بستر مرگ خوابیدند، وقتی که حضرت پاهاشان و دستاشان از کار ماند، سکرات نزدیک شد، فرزندانش که در اطرافش بودند پرسیدند یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا؟ ای دراز عمرترین پیغمبران خدا، ای پیغمبری که از تو دیگر کسی عمری درازتر ندیده است، به ما بگو دنیا را چگونه یافتی؟ عزیزان من توجه کنید، 11 عصر، 1100 سال چگونه یافتی؟ حضرت در جواب گفتند در حالی که آب دیدشان میریخت وجدتها كبيت له بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. گفتند دنیا را این عمر طولانی خدا مانند یک خانه دو در یافتم، یک خانه 3 به 4، این طرفش هم دارد و این طرفش هم در. از این در آمدم، الان از این در برآمدم میدانم. 1100 سال ما باشیم به 40 سال و 50 سال عمر خود چی تمناها داریم، چی نقشه ها داریم، چی آرزو و امیدها داریم. یادی مرگ نداریم، یادی قبر نداریم، مانند یک خانه دو در یافتم. از این در آمدم، الان اکنون برآمدم. من نمیدانم که من در این بین چی دیدم. بنابر ابوالعتاهیه این سخن حضرت نوح به گوشش رسید. از تاریخ خان یک مصر شعر دارد: نوح یا مسکین این کنت تنوح لتموتن و این عمرت ما عمر نوح. ای انسان، ای بیچاره، ای عاجزی در چنگال مرگ، برای مردنت گریه کن، برای روز آخرتت گریه کن، مرگ فراموش نکن، زیرا که قسم به خدا تو حتما روز مرگ را میچشی. اگرچه ممنندی نوح عمر طولانی 1000 ساله هم بینی،
الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. شب هر قدر طولانی هم باشد آخر صبح میدمد. عمر ما و شما هم هر قدر دراز هم باشد آخر روز خانه قبر میریم. حضرت موسی کلیم الله بودند، پیغمبر بودند که به واسطه به خدا صحبت میکردند. پس پروردگار عمر طولانی خواست. خدایا گفت اريد عمرا طویل، به من عمر طولانی ده که من بندگان تو را دعوت کنم به سوی تو. پروردگار به موسی عمر طولانی داد. وقتی که در بیابان تیه فرصت مقدر شدگی الهی تمام شد، حضرت ملک الموت یعنی عزرائیل برای قبض روح نزد موسی رفت. السلام علیک یا رسول الله. حضرت عزرائیل به موسی سلام کردند. بعد از سلام گفتند کلیم خدا پروردگار به تو سلام میگوید، بعد از سلام من برای قبض روح تو پیش تو فرستاد. حضرت عزرائیل به صورت انسان، به صورت آدم نزد موسی آمد. وقتی که گفت من برای قبض روح تو آمدم، حضرت موسی که خیلی جبار بودند، با سیاست و با هیبت بودند، از شنیدن این سخن مرد ناراحت شدند، در غضب شدند. یک شقاطی در چشم حضرت عزرائیل زدند، چشمش از سرش پرید. حضرت موسی خیلی پهلوان بودند. حضرت عزرائیل گشتن و به سوی پروردگار خود رفتند. گفتند خدایا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، شما من نزد بنده ات فرستادی که او مردن نمیخواهید، من حال من ببینید. فرد الله عینه، پروردگار با چشم حضرت عزرائیل در جاش گذاشت. اشتر بارید گفت رو یا ملک الموت اذهب الى کلیم موسی، رو پیش موسی به او گو ای موسی هر قدر که عمر میخواهی مانند نوح بارین بخواه، من به تو میتیم، لیکن بعد از آن بگو که چی میشود حالت. ثم ماذا، بعد این عمر دراز چی؟ حضرت عزرائیل با آمدن گفتم موسی پروردگار میگه هر قدر که میخواه عمر بگیرد من به او میتیم، لیکن آخرش چی؟ آخرش چی؟ حضرت موسی گفتن آخرش چیست؟ حضرت عزرائیل گفتن که آخرش موت است، آخرش مرگ است. 2000 سال عمر گیری آخرش مرگ است. موسی 10,000 سال عمرم پرسی آخرش مرگ است، از من خلاصی نداری. لیکن این حکم ازلی پروردگار صادر شده است که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. حضرت موسی از شنیدن این سخن یک بار دلش از حیات سرد شد. گفت که آخر مرگ باشد، من گذشتم از بحر عمر حیات، الان فقط بزروحی گیرد روحی بده. ببینه وقتی که پیغمبرها از مرگ رهایی نیافتند، بعد از آن ما و شما رهایی میابیم؟ نه، رهایی نیست. انسان وقتی که در بستر بیماری خواب میکند، وقتی که نفسهای با شمار عمر او باقی میماند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثا فرمودند پیش از قبض روح با امر پروردگار ملائکه هایی که موکل هستند به رزق ما و شما، به نفس ما و شما، به قدمانی ما و شما، اول اونها می آیند. در روایات ما می خوانیم